نور محمد امیرشاهی محض در همین نام نسب واژه‌های به مانند پژوهنده، دقیق کار، دقیق نظر، صاحب نظر، قاموس نگار، خطخوان، موشکاف، کنجکاو، با انصاف، با عدالت، صبور، دیوکار، شخصیت و همدان صدق می‌یابند. این واژه‌های ستایشی در برابر نام این مرد حقیقت جو تعریف و توصیف هوایی نیستند. او از سال 2012 این سو سروری سرریدکس انسیکلوپدی ملی تاجیکستان را بر دوش داشته باشد هم، اما جریان کار و تحقیق و آموزشش از آغاز تا حال تلاش، غیرت، جسارت و حقیقت پرستی در راه خودشناسی بوده است. وقتی هر بامداد راننده او را به در کارگاهش می آورد و او با جان آزار دیده و تنی رنجور از سبکرو پایان می شود، گمان می کنید که ذره حال و هوای کاری صبر ربای علمی و تحقیقی را ندارد. اما وقتی به دفتر کاری وارد می شود، همراه یک تن یک روح بزرگ حقیقت در فضا پر می زند. در حجره کاری او نفس تاریخ را می توان بشنید. آنجا هزاران دیوان، کتاب، رساله، دستخط، کاغذهای پراکنده و زرد و کار خورده، قلم و خودکارهای بیشمار، دلیلهای رد ناپذیر، سرچشمه‌های کس نادید، آثار قلم زده، ورقهای سپید و سیاه، تفسیرها، تعبیرها و پژوهش‌های عصرهای ماضی آواز می‌دهند. در و دیوار این دفتر کاری اگر زبان داشتند، از خودفرسایی و رنج‌های این مرد نجیب در روشنگردانی ظلمتستان تاریخ و تمدن تاجیک قصه‌های حزن‌انگیز می‌گفتند و همزمان به صبر و تحمل و مغلوبیت ناپذیریش آفرین‌ها می‌خواندند. محض در میان این چهار دیوار صدها مسئله و معماهای برای سرنوشت ما مهم بررسی، محاکمه، تصدیق، انکار، تفسیر و شرح داده شدند. بحث‌های تیز و تند و سر و صداهای تاریخ صدا دادند. خیلی از کسان اینجا سرخ و سپید شده، خیلی از حقیقت‌ها از نقاب بیرون شدند و بسیار سرچشمه‌ها اینجا تحقیق، کشف و پیشاروی ملت دریچه باز کردند. برای نور محمد امیرشاهی در جاده پژوهش، شب و روز، وقت کاری، سلامتی، بیماری، روزهای استراحت اهمیت دوم و سوم درجه دارند. برای او تنها و تنها سرنوشت ملت و ثابت شدن حقیقت‌های خرد و بزرگ شادی و فرح می‌بخشد. برای وی نه تنها قسمتی تلخ و شیرین تاجیکان تاجیکستان بلکه جهان اهمیت دارد. توسط سرچشمه‌ها گاه به تاریخ تاجیکان آن سوی عامه آشنا شود، گاهی دیگر به تاجیکان چین و ایران و ازبکستان دلبسته و وابسته است. امشب و روزها در برابر کار قاموس نگاری خودش پی نوشتن رساله بزرگی تاریخ طلایی عصر میانگی تاجیک می باشد. خطابه‌ای که قریب 30 سال باز ورد زبان این مرد است این است: سرور دولت را در جاده خودشناسی و تاریخ افروزی تنها نگذاریم. ما ساعت وقتی پربهای این پژوهشگر قوی اراده را گرفتیم و برای شما بینندگان نکته سنج یوتیوب کانال جمهوریت برنامه تهیه کردیم. اینک تماشای خوشی داشته باشید. درود و سلام دوستان ارجمند و بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. این یکی از برنامه‌های فانوس منبر اندیشه است. باز هم پیشاروی شما. فانوس منبر اندیشه امروز یک بسیار مهمان عزیز دارد، مهمان گرامی قدر دارد. سروری کانون قاموسنگاری تاجیک، یعنی سروری انسیکلوپدی ملی تاجیک، استاد ارجمند، نامزد علم‌های تاریخ نور محمد امیرشاهی که اون کس را بیشتر در بیشتری آثارشان با نام ابن قربان نیز میشناسند. استاد در این 12 ساله که سروری این بارگاه را به عهده دارند بسیار کارهای ماندگار کردند و واقعا هم کارهای ایشان، آثاری که اون کس با شاگردان و همکاران و همپیشگانشان پیشاروی ما اینقدر سرچشمه‌های بزرگ را بگشادند، نظری نه تنها تاجیکان را، تاجیکستانیان را، بلکه نظری تاجیکان دنیا را نیز و تاریخ و تمدن تاجیکان تغییر داد. زیرا سرچشمه‌ها اطلاع و پیام‌های تازه‌ای که استاد یافتند و
برای ما پیشنهاد کردند. نظر ما را یا انیقترش اگر دقیقترش بگوییم خود کمبینی ما را نسبت به خودمان کاهش داد. استاد خوش آمدید به برنامه ما. تشکر. استاد خودتان همچون یک آدمی که تاریخ نگار هستید و باز کاری سمت کاری خودتان دارید چی نوشته استادید خودتان همچون مؤلف؟ من خودم حاضر کتاب تالیف میکنم با نام تاریخ طلایی قرون وسطایی. بله. یعنی که تاریخ طلایی عصر میانگی ملت تاجیک. بله. برای که تاریخ عصر میانگی ملت تاجیک چنان خبرهای تاریخی دارد که تمام جهان در حیرت میموند، نه تنها ملت تاجیک هم. بله. در این میان فرض کردیم ما دریافتیم که اگر چند امریکا را کالم کشاد، آسیای جنوب و غربی، استرالیا، اندونزیا، اینجاها رو یک نفر تاجیک کشاد با نام محمد حاجی. بله. و خریطه سفرهای دریایی عالم را ساخت در عصر 14. بله. و کالوم هم از روی همین خریطه ها حرکت کرده است. عجیب. اینجا بسیار چیزهای دیگر است. ما فرض کردیم اولین اکادمی علمی که در زمان اسلام ساخته شد همین تاجیکا ساختن. اینجا بسیار چیزها هست که یعنی که دین اسلام وقتی پدید آمد همون قدر که در عربستان پدید آمد، اما انکشاف علمی آن، گسترش آن در جهان به دست تاجیکان شد. بله. چنان که ما میبینیم در روزگار نزدیک مشاهده میکنیم که در روزهای نزدیک جناب پرزیدنت در جلسه های باشکوهی که داشتن در اونجا این چیزها را درک کردند. یعنی که گفتن که چگونه ما از غزالی، چگونه ما از امام اعظم ننازیم. اینها نفرهایی هستند که در زمان شوروی اینها اعتراف نمیشدن، نامشان گفتن نمیشد. بله. تا به این روز بعضی از دانشمندان ما که در رشته های سرخ کمونیستی سرشته شده بودند تا به این روز در معینه آنها همین سخنها، همین گپها هست، همین عقیده ها. ولی جناب پرزیدنت ما سمت تاریخ نگاری ملت تاجیک دیگر کرد. یگان مورخ نه، همین مورخ هایی که در تاجیکستان هستن اینا به این کار یگان تا جرأت نکردن، برای آنکه از اصل تاریخ کمتر آگاه بودند. فرض کردیم انستیتوت تاریخ که مرکز ستون اساسی خودشناسی ملی است در دوام 60-70 سال اقلا یک سرچشمه تاریخی ما را چاپ نکرد، برگردان نکرد. یکی از آخرین راهبران همین انستیتوت حتی نمیخواست که به خط فارسی یگان کتاب خوانده شود. بله. برای همین کاری که رئیس جمهور در این سمت انجام دادن، این یک نوع انقلاب فکری، انقلاب مدنی بزرگ در تاریخ تاجیکستان است که سمت تاریخ نگاری ما تماما دیگر شد. بله. سرحد تاریخی که ما در زمان شوروی میخوندیم تا رود آمو میرفت، اما در کتاب‌های از آریان تا سامانیان که پیشوای ملت نوشتن، تالیف کردن، سرحد تاجیکان تا رود فرات می رود. یعنی که تا نزدیکی های بحر میان زمین. یعنی که وقتی که سمت تاریخ نگاری تا به این حد آمد، مورخان تاجیک مجبور شدن که در پی آموزش رفتن که این کارها چگونه است، برای چی در تاریخ های ما این سخنها نیستن. و در نتیجه معلوم شد، از جمله یکی از این نفرهایی که به همین سمت توجه کرد من بودم. من در نتیجه آموزشی که کردم در امتداد 30 سال اخیر، همه تاثیر از روی کتاب های
پیشوای ملت بود. یعنی که تاجیکان در آینه تاریخ چهره های ماندگاری ملت تاجیک. ما میدانیم که تا این دم در تاریخ ملت تاجیک کتاب ها نوشته شد با نام غلامان داخونده و امثال این. یعنی اینها کتاب هایی بودن که با سفارش دولت شوروی، یعنی که دوره پیش از انقلابی تاجیکان رو همچون دوره جاهلیت معرفی میکردن. باید همه خیلی معرفی میشد. یعنی که شوروی آمد و همه را آباد کرد، همه بهتر شد. بله بله. حال ما اصطلاح تاجیک به معنی اصلیش در نیافتیم. عالمای بزرگ دنیا اینه دریافتند. فرض کردیم برتول یک اکادمیک بزرگی، یک تاریخ شناس بزرگ عالم است و درباره تاجیکا در سالهای 20 ملکه گفته بود که تاجیکا کی هستند. اما دولت شوروی سخنهای حرفهای نوشته برتول را قبول نداشت. می گفت که این عالمی بورژوازی است. حتی تاریخ شناسای ما در تاریخ نگاری تاجیک اثرهای برتول استفاده نمی شدن. برتول اعضای چندین اکادمی های علمی جهان بود، تمام اروپا، آسیا و امثال این. متاسفانه حرفای برتول گوش کرده نشد و خوشبختانه بعد از آنی که جناب پرزیدنت در این سمت توجه کردند، وقتی که به سر دولت آمدند در پی آن شدند آموزند که تاریخ همین ملت چگونه است. من یاد دارم که در سالهای اول استقلالیت عالمان را از هر طبقه گرد می آورد و در جلسه های علمی که در نزد پرزیدنت صورت می گرفت از تاریخ، ادبیات، دین، از همه چیز صحبت میکرد و در این صحبت ها ایشان ثمره علمی میبرداشت و خلاصه های درست علمی میکرد و ما دریافتیم که آن چیزهایی که جناب پرزیدنت در ابتدا نوشته بودن اونها ابتدای گپ بودن، یعنی یک برنامه آموزش فن تاریخ بود که روز تا روز هر یک صحیفه اون کشاده می شود. امروز ما خریطه های نو دولت سامانیا را ساختیم، یعنی که دریافتیم که دولت سامانیا اون خریطه هایی که در زمان شوروی بود تا حتی 20% حدود دولت سامانیا نبود، 80% او پرتافته شدگی بود. خلاصه بسیار اقدام های نجیب شد و انقلاب بزرگ، چنان که گفتم در تاریخ شناسی ملی، نه تنها در تاریخ شناسی، در ادبیات، در تاریخ فرهنگ. فرض کردیم ما از ابن سینا و خیام اینا یاد میکردیم و دیگران را نمیدونستیم، گمان میکردیم همین تاجیکا همه گذشتهشون دهقانی و همین کشاورزی و همین خیلی چیز است، غلامی و همین خیلی. همین کتابی که حاضر در پیش شما است، دانشنامه مختصر بزرگان فارس تاجیک، همین در اساس تاکیدهای جناب پرزیدنت با وجود آمد نوشتن همین. در این کتاب بیشتر از 4,500 دانشمند تاجیک و دولت مردان تاجیک در اینجا گرد آمدند. که این حالا شاید که نصف دیگر این حال معلوم نیست برای ما. ما حاضر گفتید که برای چی تاجیک بودن بسیار مشکل است. حرف سر اون است که معنی تاجیک مسلمان است و وقتی که دولت شوروی تأسیس یافت و تاجیکان همچون مسلمانان شناخته می شدن، برای همین خط فارسی را از میان بردن، زبان فارسی را که در عرصه بین المللی بود انگلیا از عصر 17 سر کرده در هندوستان زبان را نابود کرد.
در عصر 19 روسیه پادشاهی زبان فارسی را در حدود آسیای مرکزی نابود کرد، آسیای میانه. بله. و دولت شوروی کوشش کرد که نظریه های برتول در تاجیکستان پیاده نشوند. یعنی که خانیکوف گفت که معنی تاجیک تاجدار است، اما هیچ کس در نیافت که آیا کلمه تاجیک قبل از اسلام در ما بود. کلمه تاج تاج قبل از اسلام در زبان ایرانی قدیم تگ است. تاقی یکی است، میآید در همین تاقی قرار میگیرد. برای همین همه در گفته خانیکوف رفتن و گپ‌های برتول قبول نشد. سخن‌های برتول در اساس گفته‌های دانشمند بزرگ نمیس نیالدکه، یکی از شرقشناس‌های معروف دنیا است. در اساس گفته‌های او و دانشمندان معروف فرانسوی در همین اساس گفته شده بود. اینا همچون عالمای بورژوازی در SSR نظریه هاشون قبول نشد و کوشش کردند که نام فارس از سر ملت تاجیک بیرون کنند در حدود تاجیکستان. شما اگر اثرهای عینی رو خوانده باشید، استاد عینی تا سال 24 در تمام اثرهاش زبان فارسی میگه، زبان تاجیکی نمیگه. بعد از اون که جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت و گفتن هر جمهوری که چی نام داره زبانش هم با همون نام باید باشد. ازبکستان زبانش ازبکی، در صورتی که تا این وقت زبان ترکی با نام ترکا شناخته می شدن. ازبک ها یک قبیله بودند که از اشترخان آمده بودند و در همین اساس جمهوری ازبکستان شد و ملت ازبک با وجود آمد. جمهوری تاجیکستان شد و ملت تاجیک و زبان تاجیکی. یعنی که در اون وقت ایران فارس نام داشت، او را ایران نام موند و ما که همه جا ما ایران بودیم، از بخارا تا تهران همه با نام ایران شناخته می شد. ایران شرقی این نام از ما تماما برچیده شد. امروز در تاجیکستان ایرانی گویی اگر تماما چیز دیگر می فهمند. یعنی که در منطق علمی نمی رود مردم. بله. همین بازی های سیاسی امروزه را می نگرند. ایران امروزه اساساً در اساس تمدن ایران شرقی، در اساس تمدن مردم ماوراءالنهر با وجود آمد. همین ایران بزرگ امروزه کی است؟ همین کروش کبیر است. فرض کردیم کیانیا از اینجا در بلخ، مرکز بزرگی ایرانی بزرگ، ایران تاریخی بلخ و بخارا است. از اینجا برچیده شد و رفت طرف غرب ایران. زبان فارسی زبان ولایت فارس ایران نیست. در گذشته ایمپریای بزرگی پرسو بود، پارت، یعنی که اشکانیان، ایمپریای بزرگ تاجیکان وجود داشت، ایرانیان. همین زبان فارسی به نام همون ایمپریا است. ایمپریای پرسو، یعنی که اشکانیان پیوسته با اروپاییان می زدن. چندین شاهنشاهان اشکانی هستند که امپراتورهای روم را به اسیری گرفتن. چندین بار اروپا فتح شد. یعنی که غلغله ایرانیان، یعنی که پدر و باباهای ما در اروپا بسیار بلند بود و امروز هم که تمام غرب کوشش میکند به ایران ضربه زند و چندین سال 20 سال پیش بیشتر از 30 مملکت غرب، دولت غرب به افغانستان آمد، افغانستان اشغال کردن و همین تاریخ اونا میدونستن که همین گذشته همین ملت بسیار بزرگ است. برای همین کوشش کردن که ما رو پاره کرده شکستیان. بله.
برای همین اکنون اون سمت تاریخ نگاری که جناب عالی برای ملت تاجیک پیشنهاد کرد، این بزرگترین تحفه علمی برای جامعه تاجیکستان است. از این به بعد ما آهسته آهسته در میابیم که ملت تاجیک کی است درباره زبان تاجیکی. این البته زبان فارسی همون دری است. ایرا وقتی که ایران فارس نام داشت، افغانستان در دست پشتونا بود، در دست احمدشاه دورانی ها، پشتون ها. آنها هم کوشش میکردن که نام فارس از حدود افغانستان بیرون شود. افغانستان این نام عصر 19 به این مملکت گذاشته شد. این مملکت خراسان نام داشت، افغانستان نه. افغانستان در عصر 14 ولایت بود در حدود پاکستان امروزه، در کوههای سلیمانیه، و او ولایت افغانستان نام داشت. وقتی که غوری ها اونجا را فتح کردن، افغان ها را به اینجا اسیر کرده آوردن و دولت دورانی ها با وجود آمد، این سرزمین خراسان نام افغانستان گرفت. اینها هم کوشش کردن که نام فارس از اینجا بیرون شود. زبان فارسی کابلی را گرفتن، نام ماندن زبان دری، یعنی که نام فارسی باید گم شود. یعنی که دری نامی زبانی نام فارسی است. هر دوشم یک گپ است، لیکن با این نامگذاری مردم به گمراهی بردن و گفتن که این دیگر زبان است و دیگر زبان. نه که برای جامعه امروز زبان تاجیکی گفتن. تاجیک این نام قوم است، نام خلق است، نام زبان نیست. لیکن برای فرق کردن از اون سبب که در ایران امروزه سرزمین ایران بزرگ آنجا مختصر کرده شد، ما مجبوریم که زبان تاجیکی بگوییم، دیگر علاج نیست. بله. این همه قدر گپ است. این همون زبان فارسی دری است، تمام، یگان گپ دیگر نیست. بله. یعنی که ما همچون اصطلاح علمی باید قبول کنیم. بله دیگر علاج نیست البته. به ضرورت از روی علم و منطق هم نه. من اینجا انسیکلوپدی ملی نام دارد. بله. سوال اینطور است که در 3-10 ساله آخر بیشتر مفهوم اصطلاح ها به واژه ملی یا ملت رفته رسید. بله. من میخواستم که برای نسل ما، نسل جوان بفهمانید که مفهوم دولتداری ملی و تاریخ نگاری ملی چیست؟ تاریخ نگاری ملی حرف سر اون است که برای تاجیک، شما برای تاجیک در نظر دارید. بله. برای که ما ملتی هستیم که تمام سرزمین خود از دست دادگیه، فقط نام و زبان ما مانده است. بله. ما همین زبان و نام همین باید حمایت کنیم، همین همچون ملت استفاده بریم، دیگر علاج نیست. بله. برای همین ما هر چیزی که در حدود ایران زمین قدیم است همون برای ملت تاجیک است. شما عصرهای میانه را بینید، زبان فارسی زبان بین المللی تمام عالم اسلام است. تمام چین و هند و اروپای شرقی و تمام آسیای مرکزی است، تمام قفقاز است. همه همین زبان رسمی دولتی زبان فارسی دری بود. در اون وقت ما بسیار ملت بزرگ بودیم. وقتی که مغول هجوم کرد، چنگیزخان پسر خود روان کرد. در کتاب تاریخنامه هرات است، طلوی خان را گفت شنان و گفت تو را به خراسان میفرستم، به سرزمین تاجیکان، زینهار بیدار و هوشیار باشی. با پیر و با کودک و پیر از 7 ساله تا 70 ساله بر کسی رحم نکن و همه را قتل کن. یعنی که آنمو قتل عام تاجیکان. این گپ برای اثبات کردن این من یک 20 سال 30 سال پیش کارهای انجام دادم و تمام سرچشمه ها را
گرد آوردم که چقدر تاجیک کشته شده است. گناتسید تاجیکان رو از طرف چنگیزخان شما ثابت کردید. بله. همونجا حساب کردم تمامی شهرها تعداد کشته شدگان در کتابا نوشته شدگی است. همش حساب کردم بیشتر از 20 میلیون تاجیک کشته شده است. 20 میلیون فقط تاجیک. بله استاد درباره سامانیان و ارجگذاری به این دولت ابرقدرت امپری سامانیان گپ‌های خوب گفتید. سوال این است که بیشتری تاریخ نگاران ما هم تاریخ نگاران زمان شوروی هم تاریخ نگاران زمان استقلال ما که تازه مثلا سر کار آمدن به دو گروه تقسیم میشوند. خب یک گروه بر آن اندیشند که اولین و آخرین دولت ما، دولت ملی ما سامانیان بود و بعد از آن تا سال 1991 دولت نداشتیم. و یک گروه دیگر بر آن اندیشند که بعد از سامانیان هم هرچند سری حکومت نماینده ملت های دیگر آمد اما ساختار تاجیکی بود، زبان تاجیکی پارسی بود و ما آنها را میتوانیم زبانی و ما میتوانیم آنها را دولت خودی بگوییم، دولت تاجیکان بگوییم. اصلا پژوهش شما هم همین است که شما به جهان ثابت کردن میخواهید که دولتداری تاجیکان با سامانیان خاتمه نیافت. همین به دو گروه تقسیم شدن تاریخ نگاران از کجا سرچشمه میگیرد؟ هر سری آن است که دولت های تاجیکی از سامانیان سر نشدن. دولت رستمیان بود در افریقای شمالی که تاجیکان بودن اونجا. کدام عصر استاد؟ عصر 7. در عصر 8 اسحاق ختلانی در مصر امیر بود، در مصر و شام. در همون دوره طاهر ذوالیمینین امیر بزرگ خراسان بود، تاجیک دیگر. و خلافت اسلام در دست تاجیکا بود، در دست برمکیان. برمکیان از بلخ و باختر و بلخ ختلان همینجا بودن، یعنی که تاجیکای همینجا. بله. و امام اعظم هم از همین طبقه بود که به غرب خلافت رفت و پایتخت دولت خلافت رو یعنی که بغداد رو ساخت و در اونجا تمام جوانان تاجیک در اونجا گرد آورد در شهر بغداد. و علم فقه که ابو حنیفه با وجود آورد همه مشاورات تاجیکای همینجا بودن، تاجیکای باختر یعنی که بلخ قدیم، از سمرقند و بخارا، از استرافشن، از خوجند. ما شبلی استرافشنی را میدانیم، یکی از محدثان و فقیهان بزرگ اسلام. ما اسحاق ختلانی را میدانیم، اولین محدث بزرگ اسلام است از شاگردان امام اعظم در شهر بغداد با نام زاهد بغدادی هم معروف است. بله. یعنی که صحیح بخاری، امام بخاری شاگرد اسحاق ختلانی است. تمامی سرزمین آسیای میانه در عالم اسلام با نام صحیح بخاری شناخته می شود، همچون تاجیک. بله. کاووسیان در مازندران است. در مازندران. بله، که بعدا در اونجا دولت زیاریان با وجود آمد. بله. دولت دیگر تاجیکان. بله. این دولت سوم تاجیکان است. این دولت تابع دولت سامانیان بود. بله. قسمتی از دولت سامانیان بود. بله. قبل از اسلام امپره های بسیار بزرگ داشتیم، از هخامنشی و اشکانیا همین نام زبان فارسی هم به نام دولت همون اشکانیا است. بله. مرو پایتختش بود. امروز در مرو شما یگان تاجیک هم یابه نیست، همه از میان رفت. بله. برای همین تاریخ یک نوع برای جامعه امروز یک نوع افسانه‌گونه شده است، برای که دلایل تاریخی نیست. در همین اساس هم تاریخ نگارای ما بعضی ها به گمراهی رفتند. فرض کردیم دولت سامانیا از میان رفت
با جای اون دولت غزنوی ها با وجود آمد. بله. غزنوی ها غلام های همین سامانی ها هستند. درست است. با دستور سامانی ها اینا با وجود آمدن. با دستور سامانی ها اینا هندوستان را ضبط کردند. زبان فارسی را به هندوستان برد. دولت دیگر تاجیکان دولت غوری ها بود. غزنوی ها غوری ها را بسیار تحقیر کردند. غوری ها لشکر کشیدن از بامیان رفتن به غزنه. شهر غزنه را 77 روز آتش زدن علاءالدین جهانسوز. خب برادراش رفتن هندوستانه گرفتن، غیاث الدین غوری و شهاب الدین غوری. اینها سلطان های بزرگ تاجیکن در هندوستان. بله. دولت غوری ها حدودش چند برابر از حدود سامانی ها بزرگتر بود. در این باره یگان تاریخ شناس تاجیک حرفی نمیزنند، برای که خبر ندارن. درست. در زمان شوروی هم اینها آموخته نمیشدن. بله. میگفتن اینا از رود آمو اون طرف هستن، اینا دولت تاجیکی نیستن. استاد شما کاری نامزدیتان در مورد دولت کردهای هرات است. بله بله. من میخواستم بپرسم که از بس که شما نه تنها کردهای هرات بلکه در مجموع حدود امروزی افغانستان یا همان خراسان را هم خیلی خوب میدونید و از سرچشمه تاریخ آموختید. من میخوام به بینندگان ما بگویید که خودتان سخن از زبان لقمان خوش است. اهمیت کارتان اصلا گریم مختصر بگویید که از چی عبارت بود و شما همچون یک نمیدونم این اصطلاح برای شما پذیرفتنی است یا نیست، همچون یک افغانستان شناس به سرنوشت آینده تاجیکان آن سوی اومو چگونه مینگرید؟ برای چی دولت کردهای هرات را آموختم؟ گفتم یک کتاب بزرگ است با نام تاریخنامه هرات. در تاریخنامه هرات خط سرخی است از اول کتاب تا به آخر. این خط سرخ با نام زمین از خون تاجیکان گلگون بود. به همین معنی ها. و همین قتل عام تاجیکان اونجا آمده است و تاریخ دولت غوری ها آمده است و تاریخ دولت کردها. در همین تاریخنامه هرات که در عصر 14 نوشته شده است، همین دولت ها همین سرزمین با نام سرزمین تاجیک با نام دولت تاجیک ها یاد شده است. بله. یعنی که سیفی هروی نوشته است که همین دولت های تاجیکی هستند و ملت که در حدود همین دولت است اینها تاجیکند و همین تاجیک ها امروز پاکستان که است قسمت شمالی هندوستان همین حدود همین ها با فارسی مسلمان کردند. ولی امروز که طالبا به سر تاجیکا میتازند در افغانستان، اینها نمیدانند که اینها رو تاجیکا مسلمان کردگیند. در تاریخنامه هرات است که در عصر 14 افغانان در ولایت افغان در کوههای سلیمانی هم مسلمان نبودند. یعنی که اگر که طالبا امروز بدانند که معلمشان در مسلمانی معلماشان معلمای پدر و باباها و گذشته اجداداشان خود تاجیکا هستند، این خیلی به حرمتی را نسبت تاجیکا انجام نمیدهند. استاد یک معمای جدی که برای پیش‌روی ما هست این نداشتن عالمان قوی، عالمان جوان در سمت خواندن دستخط‌های قدیمی است. بله. در تمام اکادمی ملی علم ها، در تمام ساختارهایی که با علم سر و کار دارند، این معمای رقم یک است. در این مورد شما همچون کارشناس چی مصلحت میدید، چی پیشنهاد میکنید که ما صف چنین جوانان را افزون کنیم؟ من در ابتدا برای شما گفتم که کارهایی که رئیس دولت یعنی که پرزیدنت ما انجام میدهند با منزله انقلاب کشید، یعنی که مبارزه تمام حکمرانی ایشان همه در لباس مبارزه است. فرض کردیم سال 2009
1300 سالگی امام اعظم ده پرزیدنت فرمان صادر کرد که خط فارسی در تمام مکتب‌های تاجیکستان جاری داشته شود و با تمام دانشگاه‌ها، با وزارت معارف، وزارت فرهنگ، تمام مرکزهای مدنی سفارش بود که خط نیاگان در برابر زبان‌های روسی و انگلیسی حتمی آموخته شود. درست. لیکن یگان کسی اینو اجرا نکرد. باز هم در این سمت رئیس دولت خودشون تنها ماندن. همچنانه که در تاریخ نگاری تا حاضرن در تاریخ نگاری تنها هن با وجود همه قدر چیز. برای همین مردم ما توجه ندارند، دانشمندان توجه ندارند. استاد شما بالاتر در مورد ایرانیان شرقی صحبت کردید. بله. نظر شما همچون داننده تاریخ با آثاری که در اروپا درباره تاجیکان چاپ میشود چی است؟ مثلا درباره اندیشه ریچارد فرای، ریچارد فولز که تاریخ تاجیکان ایرانیان شرقی نوشت. بله. و سال 2019 در افغانستان به خط فارسی، یعنی به زبان امروزی ما با خط فارسی ترجمه و چاپ شد. و شاید به شما دسترس شده باشد. به نظر آنها در راه درستند یا که کلویش ها هم دارند؟ نه، هدف اونا دیگر چیز است. هدف اونا دیگر چیز است. همچنانه که عالمان روس در ابتدا آمدن هدفشون دیگر بود، لیکن آموزششون به منفعت ملت تاجیک انجام یافت. عجیب بود. بله درست شد. فرض کردیم تاجیکان قراتگین دروازه کار کردن برآمدن، یا که اندریف و دیگرها، بعض اینو با منزله یعنی که به صفت جاسوس بودن، اما برای علم بسیار خدمت بزرگ کردن که امروز برای ما مهمن اون چیزها. بله. اما اروپایی ها هم همه تاریخ ما را حاضر درباره اصطلاح تاجیک گفتم. همون نیالدکه نیمیز کار کرد، خب دارمستری فرانسوس کار کرد، امروز این امریکایی کار میکند. اما نفرای دانشمند از این میان جو از گندم جدا کردن باید که ما آموزیم. بله. اونا بسیار تحقیقات های عظیم انجام دادگیان، ما باید که انمو دور را از همونجا یافته گیریم. در مورد بسیار گپی خوب گفتید که ما حتی در این کتابتان هم هست که رئیس جمهور رو باید تنها نگذاریم. البته تنها گذاشتگی. سرور دولت انجمن پیوند تشکیل کردند. بله. که فارسی زبانان دنیا به هم بیایند و انجمن فارسی زبانان دنیا رو گذراندند. انجمن شاعران ادیبان حوزه نوروز رو گذراندند و هدف همه این بود که تاجیکان دنیا یا همون آریاییان که پاره پاره هستند جمع بیایند. بله بله. اینا ما چگونه پیشگیری کنیم، چگونه اتحاد ببخشیم؟ این فقط همون کتابایی که داریم ما پدر و بابای ما نوشتن همونا رو هر چیز زودتر برگردان کردن در کار. ما باید که کتاب‌هایی که در عصر 10-13 در حدود سمرقند نوشته شدگیان با کدام زبانی هستن همونها را باید ما آماده کنیم، چاپ کنیم، تیار کنیم و به سمرقند روان کنیم. فرض کردیم بله. تفسیرهای بزرگ قرآن است نصفیان نوشتگیان. در نصف امروز یگان تاجیک نیست. بله. یا که مبارک شاه سمرقندی آداب الشجاعه را نوشت با زبان فارسی. اولین و آخرین اثر حربی در تمام عالم شرق اسلامی است که با زبان فارسی نوشت، یک سمرقندی نوشته است و لشکرداری تاجیک در اونجا نوشته شدگی است. بله. آن امیر چاپ کردن روان کردن در کار. بینندگان ارجمند، استاد صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان بسیار یک سخنی آموزنده، انگیزنده و مهم دارند که میگویند تاریخ را باید همچون سپر استفاده بریم. اما آنهای تاریخ را همچون سپر استفاده میبرند که زیرکند، دانایند، روشنگرند، پرتلاشند و مغلوب نشونده هستند.
یکی از آنها مهمان امروزی ما بودند استاد نور محمد امیرشاهی که حس مغلوبیت، حس قفانیگری، عقبنگری، حس از کار دست کشیدن، دلمانده شدن در آنها نیست و همیشه خوشبین هستند و تاریخ پرشکوه چندین هزار ساله ما را واقعا هم امروز با کتاب‌های خود، نه تنها با کتاب‌های خود بلکه با سلسله قاموس‌هایی که با سروری ایشان چاپ می شود استفاده می برند که همچون سپر دعواهای پوچ و دعواهای بی اساس، صدا و غلاغله های بی اساسی که سنگ هایی که به حاطه تاریخ ما فکنده می شود اونها را بگرداند، نابود بکند و در خودش حتی هضم بکند. استاد ارجمند در این مدت 12 ساله که سروری کانونی قاموس نگاری را بر ذمه دارند، همزمان چندین ساله که در پژوهشگاه زبان و ادبیاتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی فعالیت داشتند. همیشه تلاششان این بوده است که نه تنها تاریخ به تنهایی بلکه تاریخ زبان، تمدن، فرهنگ و هر یک واژه برای تاجیک سپر باشد. ما در صحبتشان بودیم، باور داریم که شما از صحبتشان بهره بردید. ما برای استاد با آن خاطر که وقت جدا کردم و اینقدر صحبت، اطلاع و پیام های تازه شما را با هم دیدم سپاس می‌گوییم. استاد خوش آمدید. خوش آمدید.